دیدین میگن بعضی زن و شوهرها همخونن، ویژگی هاشون این هاست، خدا کنه کسی نداشته باشه. کلام خیلی محدودی با هم دیگه دارن، یعنی اندازه خرید و بچه و کارهای روزمره، از خنده و شوخی اینا اصلا خبری نیست، یا آغوش و محبت و لمس و اینها اصلا تو رابطهشون خبری نیست، مثل یه همونتاقی با هم دیگه میمونن و با این شکلی هن با هم دیگه مدام. نکته بعدی اینه که اونها هر کسی تو کار خودشه، یعنی یکی با موبایل، یکی با دوستانشه، اصلا دو نفره های جذاب و لذت بخشی با هم دیگه ندارن. موضوع بعدی اینه که اینا اصلا اشتراکات خوبی توی تفریح، توی سفر، تو مسائل مشترک با هم ندارن، حتی یه پیاده روی ساده هم با هم دیگه ندارن. دو تا مسیر موازی که فقط همون قطع نمی‌کنن. و نکته آخری که خیلی مهمه و فکر می‌کنم بدترینش اینه، کنار هم دیگه هستن ولی احساس تنهایی می‌کنن، رفتاری پیش همن ولی قلبی پیش هم نیستن.